سلام، من آنایتا، به آشپزخونه من خوش آمدید. تو این ویدیو اومدم که با مواد اولیه بسیار ساده یه سالاد خوشمزه روسی براتون درست کنم. فقط تا پایان ویدیو همراه من باشید. چون با اینکه مواد اولیه خیلی ساده است، اما این سالاد یه قلق‌های خاص خودشو داره. به چند تا هویج. دقت کنید که هویجاتون صاف، تقریبا درشت و خوش رنگ باشه، چون سالادتون خیلی خوش رنگ و جذاب تر میشه. اول هویجامون رو پوست میکنیم با رنده‌ای که به این صورت باریک باریک و دراز، به اصطلاح میگن رشته کن. هویجا رو به رشته های باریک و دراز رنده میکنیم. برای اینکه وقتمون گرفته نشه من چند تا هویجا از قبل رنده کردم. راستی بچه‌ها این که از هر ماده چقدر لازمه این پایین براتون می‌نویسم. اول نمک رو ریختیم. باید خوب هویجامون رو ماساژ بدیم، چون نمک کاری میکنه که هویجا نرم میشن و به اصطلاح آب میندازن. بعد پاپریکا، شکر قهوه‌ای، فلفل سیاه، تخم گیشنیز سابیده شده. همه اینا رو خوب با هم مخلوط میکنیم. وقتی که خوب مخلوط شد سرکه سفید اضافه میکنیم. سیرها رو رنده میکنیم. بهتره که روغنمون مایع سرخ کردنی باشه، برای اینکه ما باید به دمای جوش برسونیم، داغ بشه. روغن زیتون نمیتونیم استفاده کنیم توی این مرحله. روغنی رو که داغ کردیم مستقیم روی پوره سیرمون یا سیر رنده شدمون میریزیم که تو همین تایمی که داریم میریزیم همین اندازه سرخ بشه. بعد شروع میکنیم خوب اینها رو با هم دیگه قاطی کردم. یه هول و هوش 3 تا 4 دقیقه. سالادمون آماده شد. منتها این سالاد باید به مدت 3 روز داخل یخچال بمونه. هر چقدر بیشتر بمونه سالادتون جا افتاده تر و خوشمزه تر میشه. تا 2 هفته هم میتونید توی یخچال نگه دارین، نوش جان کنید. خب بچه‌ها سالادمون رو 2 روز توی یخچال گذاشتیم، استراحت کرد. الان آماده خوردن شد. وقتی که از یخچال در آوردی قبل از اینکه سرو کنید حتما هویج‌ها رو کامل هم بزنید، برای اینکه این سوسی که در انتهاش اومده همه هویج‌ها رو آغشتش بکنیم، باید کامل هم بزنیم و بعد سرو کنیم. در ضمن این سالاد میتونه پای ثابت میز مزه‌تون باشه.